بار دیگر سلام دوستان عزیز. امروز ادامه میدهیم به تیاری به المپیادهای بین المللی و تصمیم گرفتیم که مسئله های اولین المپیادهای بین المللی که سال 1967 گذاشته بود حل کنیم. شروع میکنیم از مسئله یکمش. شرح مسئله رو من در روی اکران میگذارم و خودم باشد میخونم. میگوید که در بالای یک از بلندی 5 متر توبی کره مساش 200 گرم گذاشته شده است. یعنی در بلندی یا در اینجا دو ها رو ترتیب میدهیم. در بلندی 8 برابر 5 متر کره مساش 200 گرم یعنی 0.2 کیلوگرم گذاشته شده است که تیر با مسای 10 گرم تیر داریم که مساش امی خورد برابر 10 گرم یعنی 0.01 کیلوگرم که افقاً پرواز کرده ایستاده بود اومده در ان همین کره میزند و با واسطه آن از داخل آن گذشته میرود. در نتیجه کره ان همین توپ یعنی همین سقا از اساس ان همین بلندی در مسافه 20 متر میافتد. میگوید که на каком расстоянии الوکاد بله سقا در مسافه 20 متر میافتد. تیر در کدام مسافه میافتد میگوید و اینچنین کدام حصه الفا انرژی کینتیکی تیر با انرژی داخلی هنگام ضربه صرف می شود. یعنی ما باید یابیم که ال خورد و ما داده شده است 20 متر ال کلان و الفا رو ما باید یابیم. ال کلان و الفا این کیو تقسیم کی نول هست یعنی کدام حصه کی نول انرژی کینتیکی ابتدایی تیر با گرمی صرف می شود یعنی با انرژی داخلی صرف می شود هنگامی ضربه با سقا. رسم رو تقریبا تصویر میکنیم. یعنی در ان همینجا در بالای ان همین چی میگن پادستافکا می شود با زبان روسی. در اینجا یک سقا داریم که آرام است. تیر با سرعتی اینچنین سرعت تیر هم با ما معلوم است. سرعت تیر هم با ما معلوم است که با 500 متر تقسیم ثانیه برابر است. و برابری 500 متر تقسیم ثانیه برابر با سرعت و اومده میزند و در نتیجه سقا در مسافه 20 متر یعنی از اساس از اینجا تا اینجا در مسافه ال خورد میافتد. تیر با واسطه اون میزند و میگذارد در یک مسافه زیادتر. فرض کردیم که در ان اینجا از اینجا تا اینجا یگان ال کلان انا همین ال کلان رو ما باید یابیم. بیاید اول چیکار میکنیم؟ از انا همین ال خورد که به ما معلوم است استفاده میبریم. چطور؟ ما میدونیم که پروازی بعد از ضربه سقای کلانی سرعت میگیرد. سرعت ابتدایی افقی میگیرد و سرعت ابتدایی آن در تیر ایگریک برابر 0 است. یعنی بیاید سرعت سقا رو بعدی که تیر با واسطه اون میگذارد بعد ضربه یعنی با واسطه او اشاره میکنیم. پس او ایگریک میدونیم که برابر 0 است چون که این سرعت افقی روانه است. او ما افقی روانه است. پس او برابر میشد با او ایکس و انا همین او رو ما پیدا کرده میتوانیم. چی طور؟ ما میدونیم که بلندی اینجا 5 متر است. یعنی وقتی که ما در یک چند نوارهای گذشته خیال کرده بودیم که وقتی که سرعت جسم افقی است سرعت ابتدایی آن افقی روان است وقتی افتش آن نوابسته از آن که وای با این تراکتوری حرکت میکند از سرعت ابتدایی وابسته نمیشود. یعنی وقتی افتش آن از این فرموله یافته میشود ت برابری یعنی ما میتوانیم فرموله اش برابری
فرض کردیم که اوی 0 y t جمع جی ت کوادرات تقسیم 2 رو نویسیم که در اینجا انا این قسمش برابر 0 است چون که سرعت ما افقی روان است و اش برابر میشود به جی ت کوادرات تقسیم 2 که در اینجا ت وقتی افتیش میشود و این از سرعت ابتدایی که افقی روان است وابسته نیست. از اینجا ت رو اگر یابیم، یعنی من قدم به قدم چطور ت رو پیدا کردن رو نشون نمیدهم چون که نوار رو البته شخصانی تماشا میکنن که دانش فیزیکیشون اونقدر صفری هم نیست، یعنی در یک سطح معین قرار دارد. پس ت رو از اینجا میابیم میشه 2h تقسیم جی. یعنی موافقاً این وقتی افتیشی هم تیر میباشد هم خود یعنی همین سقا. فهمیدید چه مسئله را فهمیدید؟ و این چنین پرواز افقی آن L برابر است با، ما میدونیم که پرواز افقی برابر است با اوی x و از بس که ما میدونیم که اوی x این او است، پس او ضربی ت وقت پروازمون در اینجا معلوم است. بیا که در اینجا شتاب نداریم چون که در تیر x قوت تاثیر نمیکند، موافقاً شتاب هم برابر 0 است. این رو ما چندین بار گفتیم که هنگام حرکت جسمی که در میدان جاذبه است و قوه مقاومت رو ما اگر به نظر نگیریم در تیر x همه وقت شتاب برابر 0 است چون که در تیر x قوت تاثیر نمیکند و همه وقت در تیر y تاثیر میکند که سبب پیدایش شتاب افتیش آزاد هنگام افتیش میگردد. از اینجا او رو میابیم، او برابر میشود به L تقسیم T، یعنی فرم سرعت برابر است مسافت تقسیم وقت. L ما معلوم است در مسئله، T رو ما معلوم کردیم چون که H معلوم است، G هم معلوم است. G با فکرم 10 میگیریم، در اونجا قید کرده شده است که G رو 10 میگیریم. L تقسیم T یا اینکه L ضربی از بس که T در پایین است پس برعکسش رو می‌نویسیم G تقسیم 2H. فهمو؟ تقسیم کجا برو میریم. خیر اینجا میتونیم قیمت‌های عددی رو گذاریم چون که وقتی ما قیمت‌های عددی رو نگذاشته کار میکنیم با فرمول کمی مشکل‌تر میشه، نمودی ایفاده هایی که ما حاصل میکنیم کمی مشکل‌تر میشن. برای همین انا همین خیلی با قیمت‌های عددی رو حاصل کرده میریم. ال ما این چند است؟ 20 ضرب جی ما 10 جی رو 10 میگیریم، اش 5 است 2 کاره 5 10 بود های یک میشه 20 متر تقسیم ثانیه. ببین این حساب کتاب رو ما که اجرا کردیم اونقدر مهم هم نیست. 20 متر تقسیم ثانیه این سرعت سقایی که مثلا با امی کلان اشاره کردیم مثلاش رو سرعت انا همین در حال بعدی ضربه، یعنی بعد از اون که تیر از واسطه اون میگذره. این رو یافتیم. اکنون از قانون بقای ایمپولس استفاده میبریم. ضربه در اینجا در یک سمت در یک تیر به عمل آمده ایستاده است، یعنی سرعت تیر افقی بود، بعد از سقا بر اومدن هم سرعت اون افقی می شود و سرعت سقا هم هنگامی در حال بعد ضربه افقی است. پس در تیر انا همین x ما میتوانیم قانون بقای ایمپولس رو نویسیم که ایمپولس سیستم پیش از ضربه برابر است با ایمپولس سیستم بعد ضربه، یعنی انا ایمپولس سیستم پیش از ضربه سقا آرام بود، تنها تیر در حرکت بود. پس مسای تیر ضرب سرعت تیر برابر است با بعدی ضربه تیر سرعت داشت، ما سرعت اون رو بعدی ضربه با و اشتریخ اشاره میکنیم، یعنی مسای تیر ضرب سرعت تیر بعدی ضربه و اشتریخ جمعی باز سقا سرعت میگیرن. مسای سقا با ام کلان و او که ما حالا اون رو با او اشاره کردیم و اون رو یافتیم. یعنی در انا همین افاده که در اینجا ما نوشتیم همه معلوم است. سرعت تیر پیش از ضربه در دو دهه با ما معلوم است، مثلا با ما اون رو معلوم کرده است. مسای تیر معلوم است، مسای سقا معلوم است و تنها او هم معلوم است و سرعت تیر بعد ضربه با ما معلوم است که اون رو میابیم از این افاده. و اشتریخ برابر میشود با استاد ابو سام میشه ام و طرح ام او تقسیم ام یا که و طرح ام تقسیم ام او. قیمت های عددی رو میگذاریم. و اشتریخ برابر میشود با و ما چند است؟ 500
طرحی m تقسیم m چند می شود؟ m کلان چنده؟ 0 از زده تقسیم 001 دو تا 0 بلو می رود 20 ضربی او چنده؟ 20 ضربی 20 400 این برابر به 100 متر تقسیم ثانیه. وشتیخ رو گفتیم بینید که بلندی به ما معلوم است، سرعت ابتدایی افقی است به ما معلوم است. این مسئله عادی کینماتیک است که فرض کنید که جسم را افقاً با سرعت ابتدایی 100 متر تقسیم ثانیه از بلندی 5 متر پرتافتن دوری پرواز آن را یابید. این مسئله عادی است. دوری پرواز آن L برابر میشد به آن همون سرعت ابتدایی آن که افقی روانه بود ضرب وقتی پرواز رو ما در اینجا حساب کردیم که 1 است. 2 ضرب 8 این وقت پرواز است. 2 ضرب 8 تقسیم ج 2 ضرب 5 10 تقسیم 10 1 ریشه 1 ثانیه و وشتریخ رو ما یافتیم. یعنی سرعت دوری پرواز تیر این میشود که سرعت افقی آن بعد ضربه وشتریخ ضرب ت این میشود 100 ضرب 1 100 متر. یعنی انا همین ال کلانمون 100 متر شده است. اکنون قسم دوم سوال، قسم دوم مسئله چی میپرسد از ما؟ قسم دوم میگوید که کدام حصه الفا انرژی کینتیکی تیر و انرژی داخلی هنگام ضربه میگذارد. یعنی ببینید که هنگام ضربه چقدر انرژی قانون بقای انرژی را خلاصه ما می نویسیم. اول انرژی ما هنگام ضربه می نویسیم، یعنی در اینجا تغییریابی انرژی پتانسیلی انا همین سیستم رو با اعتبار نمیگیریم، تنها هنگام ضربه تیر انرژی کینتیکی داشت چون که سرعت داشت. کانال این انرژیش با چی صرف می شود؟ این انرژیش هنگام ضربه این انرژیش هنگام ضربه صرف می شود با انرژی کینتیکی باز خودش اما بعد ضربه یعنی کشتریخ یا اینکه میاد کشتریخ میگوییم جمع انرژی کینتیکی که یعنی بعد ضربه ببینید که سقا سرعت میگیرد. در اینجا تیر داریم، سقا داریم. سقا سرعت میگیرد و هم انرژی کینتیکی میگیرد و انرژی کینتیکیش از حساب چی؟ از حساب که انرژی کینتیکی در اول تیر داشت از حساب اون است، یعنی خود به خود انرژی پیدا نمیشود، خود به خود هم گم نمیشود، فقط از یک نمود به نمود دیگر میگذرد که این قانون بقای انرژی است. یعنی انرژی کینتیکی انا همین سقا هم خود به خود پیدا نمیشود اما از حساب کینول به وجود میاد. کینول برابر است به انرژی کینتیکی تیر بعد ضربه جمع انرژی کینتیکی سقا بعد ضربه. بیاید اون رو با ک اشاره میکنیم جمع باز در هنگام ضربه یگان گرمی دیگر یگان انرژی دیگر با انرژی داخلی صرف میشود یعنی کیو یگان نمود انرژی دیگر نداریم. انرژی کینتیکی دو نمود انرژی کینتیکی دو جسم و اینچنین گرمی. بله این رو یافتن لازم. الفا این چی است؟ در اینجا ما اشاره کردیم که کیو تقسیم کانال است، یعنی کدام حصه کانال با کیو میرود. یعنی ببینید که اگر این 100 باشد این 20 این 60 هر دو اینها 80 میشن این 20 میشه، یعنی این 100 بود این 20 پس 0 از در دو حصه انرژی کینتیکی پس به گرمی رفته است. برای مثال من آوردم اما ما باید ببینیم که تقسیم کانال رو برای همین بیاید اول کیو تقسیم کانال رو بیاید اول کیو رو میابیم. برای کیو رو گفتن باید ما از کانال ترک کنیم خشتریخ طرحی کم، یعنی کیو برابر میشود به واسطه حرف را میگن که در حال بیاید خیمه الفا برابر است به کیو تقسیم کانال. همه این تقسیم کانال تقسیم کانال یک میشود طرحی کشتریخ تقسیم کانال این میشود بیاید همین خیمه نویسیم با طرحی که تقسیم کانال. یعنی عموما از بس که کانال مخرج عمومی انا همه همین ها بود ما یک تا هر یک کدام آن رو با کانال تقسیم کردیم. اینش یک شد، اینش کشتریخ تقسیم کانال، اینش که تقسیم کانال شد. ببینید دوامش الفا برابر است به یک طرحی کشتریخ این مسای تیر انرژی سرعت و شتریخ تیر کوادرات تقسیم 2 کانال این مسای تیر و اولش در کوادرات تقسیم 2. پس در اینجا ببینید که در کشتریخ و کانال هم
در هر دو اینها هم مسای تیر هست هم دوغ، اونها اختصار میشن تنها کوادرات سرعت ها میمونن، یعنی k شتریخ. اگر اینجا نویسم m v شتریخ کوادرات تقسیم 2 تقسیم k نولیمو m v کوادرات تقسیم 2 m تقسیم 2 در بالا و در پایین هست اختصار میشن میموند v شتریخ کوادرات تقسیم v کوادرات، یا اینکه v شتریخ تقسیم v در کوادرات طرحی. اما در اینجا مساحت ها اختصار نمیشن، دوها اختصار میشن بله، اما از که که این انرژی کینتیکی سقا بعدی ضربه است مساحت اون فرق میکنه، برای همون اختصار نمیشه. پس می نویسیم در اینجا مساحت اختصار نمیشن اما کوادرات سرعت ها بود همون خیلی دوها اختصار میشن. سرعتی افتیسه کامera تقسیمی k0 v در کوادرات. ها چه پرابلم هست؟ نرفته است یا رفته است؟ خیلی تمام اگر روحش مرا چی نکه پریشون تمامش. الفا برابر است با یک طرحی و در کنم قیمت های عددی رو میگذارم. وش تریخ چند بود؟ 100 و اولا 500 100 تقسیم 500 این میشود 0.2 یا 1 تقسیم 5 کوادراتش میشود 1 تقسیم 25. طرحی مسای کلان تقسیم مسای خورد 20 گفتیم 20 ضربی او چنده او 20 تقسیم و چنده 500 20 تقسیم 500 این میشود 20 تقسیم 500 0 میاد 2 تقسیم 50 2 تا 2 تا 0 خرج میکنیم 200 تقسیم 50 4 2 تا 0 هست 4 نه این خیلی اختصار کنیم 1 تقسیم چند میشه 1 تقسیم 16 1 تقسیم 25 1 تقسیم 25 2 تقسیم 50 1 تقسیم 25 کوادراتش هم خیلی میشه 1 تقسیم 625 درست؟ اون چنده 20 زمون 500 20 تقسیم 500 با 20 اختصار میکنیم 20 تا 1 میرسه 500 با 20 چند میشه 50 با 2 25 1 تقسیم 25 کوادراتش 1 تقسیم 625 درست. همون مخرج عمومی چی میشه 1 داریم 25 داریم 625 مخرج عمومی میشه 625 با 625 میرسه 625 به دوم شده اینجا دومش در اینجا 625 طرحی 625 با 25 25 میرسه 25 طرحی اینجا 20 داره اون مصطفی را طرح کسر زد تقسیم مخرج عمومی همون 6 چند 25 این میشه چند 500 چی باید خب بسیار یعنی انرژی کینتیکی که یا گرفتن ناچیزه در برابر کائنات یعنی کیو زیاده بازی میسنجیم چند میشه تقسیم کنیم کو 0928 0928 یا اینکه تقریبا 93% یعنی 93% انرژی با گرمی در هنگام ضربه با گرمی صرف شده است، یعنی خیلی زیاد است. 7% تنها با انرژی کینتیکی سقا و خود تیر بعد ضربه رفته است. یعنی مسئله دیگه اینا در مسئله دوم هم خیلی آسان است. میگوید که مقاومت بین نقطه های A و B را یابید. مقاومت بین نقطه های A و B که در زنجیر B آخر نشان داده شده است در رسم یابید. میگوید بینید در اینجا اول نقطه B نشان داده شده است بعد نقطه A و غیر از این زنجیر بینید
غیر از این زنجیر باز دیگر زنجیرهای بیوخیر هم هستند که با همین اصولی که حاضر من به شما نشان میدهم همش با همین اصول کار کرده میشوند. برای همین انا همین اصولی که حاضر در اینجا من به شما نشان میدهم خوب گوش کنید و با همین میتونید دیگر زنجیرهای بیوخیر رو هم کار کرده بینید. ولی نه همه زنجیرهای بیوخیر رو با این اصول میشه، یعنی برای زنجیرهای بیوخیر کمی مشکل تر باز دیگر متدها رو از خود کردن لازم است. اما شما میتونید از اینجا ایده گیرید. خیر همینطور تکرار می شود. بیوخیر، همین کلمه بیوخیر در اینجا نقش مهم می‌بازد، برای همین شما اهمیت دهید. و اول چیزی که ما باید در اینجا بینیم اون طرف جز کمی تو اولین چیزی که ما باید اهمیت دهیم بینیم که چی در زنجیر تکرار می شود. ببینیم در زنجیر چی تکرار می شود. از اول می بینیم که انا همین دو تا مقاومت، انا همین قسم که این رو می دونیم یک چیکه، یعنی انا همین حصه زنجیر تکرار شده است. انا همین خیلی، یعنی ما اگر از اینجا زنجیر رو بریم، ببینید از اینجا بریم یک قسمی از زنجیر حاصل می شود که در نتیجه بریدن این قسم هم باز همون نمود حصه جدا می شود از انا همین زنجیر. یعنی انا همین چیزی که در اینجا می بینیم دو تا مقاومت تکرار به تکرار شده ایستادن و به آخر تکرار شده ایستاده است. و ما ببینید من در اینجا یک مثال میارم از متماتیک، یک دو مثال میارم از متماتیک. فرض کردیم که چون این مثال x جمع یک تقسیم x جمع یک تقسیم x جمع یک تقسیم x جمع یک تقسیمی و اینطور تا به آخر x جمع یک تقسیم x جمع همینطور به آخر برابری در اینجا برابری فرض کردیم که 3 چون این معادله داریم ببینید. و اما باز میگم در اینجا به آخر است. ما میدونیم که از به آخر یک رو طرح کنیم، این به آخر است و به آخر یک رو جمع هم کنیم، این به آخر است. اکنون ببینید در اینجا من یک لیست ببینید x جمع یک تقسیم x جمع یک تقسیم x جمع یک تقسیم همینطور به آخر. من چیکار میکنم؟ اینجا رو میپوشونم. در اینجا چی داریم؟ x جمع یک تقسیم x جمع یک تقسیم x، یعنی باز همون چیزی که در اینجا داشتیم تکرار میشود. اگر یک تایی یعنی از به آخر یک رو گیریم باز همون چیز از وقتی اینجا به آخر تکرار میشود. همه این طرف چپ برابری ما برابر 3 است، یعنی x جمع یک تقسیم x جمع یک تقسیم x و غیره و غیره و هکذا به آخر همه این برابر 3 است. پس ببینید که باز همون چیزی که در اینجا ما داشتیم انا این برابر 3 است. پس ما چیکار میکنیم؟ ما میگیریم که خود مثال با ما گفته ایستاده است که انا همین برابر 3 است. پس همون چیزی که من انا همین جا نشان دادم این هم همون چیز است، همین برابر 3 است. پس در جای همین من 3 رو میگذارم، تمام در اینجا 3 میگذارم. پس x جمع یک تقسیم 3 برابر 3. یعنی معادله خیلی آسان شد. ببینید معادله رو با 3 ضرب میزنیم هر دو طرفش رو. در اینجا 3x برابر میشود و 3x جمع 1 برابر 9. x برابر میشد با چند؟ 8 تقسیم 3. این حل معادله میباشد. با چنین اصول همین یک مثال دیگر میتونید با این شما اگر فیزیک باشید میتونید همصنفانی که متماتیک هستن المپیادیستای متماتیک رو با این اصول سنجید، با این مثال ها سنجید که
همین مثال رو کنی دوستم کار کن میتون یا نه تو ماتماتیکی. های باز چنین مثال داریم x در درجه x در درجه x در درجه x و به اخیر همین طور برابری 2 x برابر چند. باز از اصول لیست استفاده میبریم. ببینید ما میدونیم که x در درجه x در درجه x در به اخیر برابر است با 2. ببینید این رو میپوشونم چیزی که ما دیدیم با 2 برابر بود، یعنی x در درجه x در درجه x هم که به اخیر با 2 برابر است. تو میشه نکو گوش کنم اوزی ما گفتم خیلی کار کرد گوش کی بگم، یعنی انا همین 2 است در جای آن 2 رو گذاشتیم، یعنی x در درجه 2 برابر 2. پس از هر دو طرف ریشه میگیریم x برابر میشود با ریشه 2، یعنی x کوادرات برابر 2 پس x برابر است با ریشه 2 پلس مینوس. پلس مینوس میگیرستم بله پلس مینوس ریشه 2 کوادراتش ای x برابر است با ریشه 2 خلاصه. یعنی من اینجا رو کور میکنم چون که این فقط مثال بود. اکنون بینید که به اخیر جمعیت ما گفتیم به اخیر است، این نیست ما در کار میشه و چیزی که ما یکم چیزی که ما باید یابیم چیزی که تکرار میشود. تکرار بعضی وقت در بعضی مسئله ها میشود که دو تا تکرار، یعنی هر دو اینها باز در دویم زنجیر همه اینها ایر هستند، در اینجا میتونه 2 ایر در اینجا 4 ایر، یعنی که یگام قانونیت یگام با یگام قانونیت دیگر تکرار شوند، یعنی تکرار شوند میتونه تغییر یابد با یگام قانونیت یا که به قانونیت میتونه تغییر یابد. میتونه در اینجا 1 باشد در اینجا 3 باشد باز در اینجا 1 باز در اینجا 3، یعنی دو تا پس تغییر یابد. خلاصه ما باید همون قسمت تکرار شونده زنجیر رو ببینیم که چی تکرار میشد. یکم اما تکرار میشد انا همین، یعنی ببینید که من چی را دیده ایستادم، من یک زنجیر رو دیده ایستادم که مقاومت بین نقطه های A و B رو من باید معین کنم. فرض کردم که من اومتر رو در اینجا گذاشتم، اومتر به من نشان داد ارینال رو، یگان قیمت رو نشان داد که آن رو من با ارینال اشاره میکنم، باز قید میکنم که زنجیر به اخیر است. فرض کردیم که در اینجا 5000 یا 6000 یا 100000 چون این مقاومت ها پیوست کرده قطار پیوست کرده شدن و من اگر از آن همین 100000 یک تاش رو از اینجا بکنم، اینه نقطه های A و B اینجا میپوشن، یعنی من این رو کندم زنجیر بود همون زنجیر، یعنی 99999 تقریبا با 100000 برابر هیچ تغییر نمی‌یابد. در اینجا باز اومتر رو پیوست میکنم. آیا شما فکر میکنید که اومتر یگان قیمتش فرق میکنه یا نه؟ البته که فرق نمیکنه، باز همون ارینال رو نشان میدهد. یعنی این قسمت زنجیر هم بعد از آن همین اون که من اینجا رو بریدم و در اینجا پیوست کردم این بیا تمام مایره نگیریم چطوره که در اونجا ما کور کردیم و آن رو با 3 و دیگرش رو با 2 عوض کردیم. در این قسمت زنجیر هم ما داریم ارینال، یعنی انا همینجا وقتی ما اومتر رو در اینجا و در اینجا پیوست کردیم اومتر نشان میدهد یگان ارینال، یعنی گویا که در جای همه این زنجیر یک ارینال داریم، ما میتونیم اون رو عوض کنیم با ارینال. معنای انا همین مقاومت اکویوالنتی همین است که ما میتونیم که با جای همه آن زنجیر یک مقاومت رو بذاریم که مقاومت آن با مقاومت عمومی تمام زنجیر برابر باشد. پس مقاومت در اینجا میگذاریم که مقاومت آن و آن چیزی که اومتر نشان داد برابر است. اینا میگیریم. ببینید اما ما اگر با زنجیر اول هم پیوست میکردیم ارینال بود، پس چیکار میکنیم؟ پس مقاومت عمومی زنجیری که در اینجا ما حاصل کردیم باز ارینال است. هر دو اینها پارالل پیوست هستند، معلوم است که پارالل پیوست. پس مقاومت عمومی هر دو این میشود پارالل چه یگان ار اشتریخ این میشود برابر است و ار ضرب ارینال تقسیم ار جمع ارینال.
و عمومی اینها با این اری خورد پای در پای پیوست شده است. پس اری عمومی همون اری که ما گفتیم همون باز همون ار میشه. این برابر است به اری خورد جمع عمومی هر دوی اینها، یعنی اری نول تقسیم جمع اری نول. از این معادله ما اری نول رو میابیم. این میشه مقاومت عمومی زنجیری به داخل ما، یعنی مقاومت بین نقطه های A و B، یا اینکه مقاومت اکویوالنتی زنجیری به داخلی که در اینجا تصویر یافته بود در اول. و این معادله البته کوادراتی میشود. حل میکنیم. یکی در اینجا مخرج داریم ار جمع ار نول، معادله رو ضرب میکنیم به ار جمع ار نول و حاصل میکنیم در اینجا. ببینید ار نول رو ضرب کردیم با ار جمع ار نول، میشود ار نول ار خورد جمع، یعنی با نوبت با اعضاهای داخل قوس ضرب میزنیم. با این میرسد مخرج این از بس که یک است، مخرج این یک است، یعنی ما گفتیم که معادله رو با ار جمع ار نول ضرب میزنیم، یا اینکه با عبارت دیگر ما مخرج عمومی دادیم تمام. این رو ضرب زدیم میشود ار نول از البته که در اینجا جمع است، ما وقتی این رو با این ضرب میزنیم اینجا قوس میگیره و هر یک اعضای داخلی قوس رو با نوبت با ار نول ضرب میزنیم. پس ار نول ار خورد جمع ار نول یعنی ار نول کوادرات برابری ار خورد یعنی ار خورد کوادرات جمع ار خورد ار نول. باز جمع وقتی ما اعضای سیومی انا همین معادله همون رو جمع شونده سیوم رو با این ضرب میزنیم، این مخرج با اون اختصار میشه، میموند خودی صورت این کسر ار نول. و از اینجا ما باید پیدا کنیم ار نول رو. ببینید در اینجا ار نول ما کوادرات دارد، در اینجا ار نول ما درجهش 1 است، یعنی نومالون ما درجه 1 دارد. در اینجا هم همین خیل اعضا داریم. پس از بس که هر دو اینها در دو طرف برابری با علامت های یکله اومدن، پس اونها اختصار میشن، چون که اگر این به این طرف می اومد مینوس میشد و مینوس با پلس اختصار میشد، یعنی این به این اختصار میشود، میموند ار نول کوادرات در این طرف نومالون ما اعضایش در کوادرات، در اینجا در این طرف برابری ما داریم ار نول، آن رو به این طرف میگذاریم میشه طرح ار نول. بله. بعد باز اعضای سیم رو اعضایی که نامعلوم ندارد ار خورد به ما معلوم است، در رسم معلوم است، این رو به این طرف میگذاریم میشه طرح ار کوادرات برابر نول. در اون طرف هیچ چیز نمون، این معادله کوادراتی میشه، آن رو کار میکنیم. در اینجا ار با ما یعنی قیمتش نداده است، تنها حرف به ما معلوم است، یعنی با واسطه حرف میابیم. هر دیسکریمینانت برابر است به ب کوادرات، یعنی مینوس ار در کوادرات میشود ار خورد کوادرات مینوس 4 ضرب ای مو 1 است ضرب 3 مو مینوس ار کوادرات است. این میشود ار کوادرات مینوس با مینوس جمع میشه، یعنی طرح و طرح جمع میشود، ار کوادرات جمع 4 ار کوادرات این میشود 5 ار کوادرات. ببینید دیسکریمینانت رو یافتیم، اما نومالون رو ما نیافتیم. نومالون ما برابر میشود به ار نول 1 و 2 قیمت میتواند گیرد، دو قیمت مینوس ب پلس مینوس ریشه دیسکریمینانت تقسیم 2 یعنی مینوس ب ما خودش مینوس ار است، پس ار پلس مینوس ریشه دیسکریمینانت ریشه 5 ار کوادرات، ار کوادرات از ریشه میبرد ار میشود، 5 در داخل ریشه میموند 5 ار تقسیم 2 ای مو 1 است. در اینجا قسمت ای مو 1 است، پس تقسیم 2. در اینجا ادامه میدهم، این طرف درست میاد ار نول 1 و 2 برابر است به، ببینید که از بس که این اعضا ریشه 5 همواره از یک زیاد است، ریشه 5 از بس که از یک زیاد است و مقاومت اومتریمون نمیتواند مقاومت منفی نشان دهد، البته باید اگه قیمت حقیقی نشان دهد، پس در اینجا مقاومت ما نمیتواند قیمت منفی گیرد، یعنی از بس که این از یک زیاد است ار طرحی اینجا اگر از یک قیمت طرح این طرح رو اگر ما گیریم جای ما منفی میبرد، برای اون طرح رو نمیگیریم، ار نول ما این یک قیمت میگیرد که قیمت قسم منفی است، معنای فیزیکی نداره. ار نول برابر میشد با ار، در اینجا ار رو از قوس میبریم ار تقسیم 2 رو در داخل قوس میموند یک جمع ریشه 5
ҳозир мебинем, ҷавобро месанҷем. масъалаи як ҷа мерешад ё ки тақрибан 162 р ё ин ки тақрибан 162 р. ин буд масъалаи дуюми олимпиада.